رسیدی. چیه دلت نمیخواد برم؟ چون دستتو گرفتم اینو میگی؟ نه، اگه تو ول کنی خودم میگیرم. چه صبح قشنگی امروز. میخوای منو کجا ببری؟ یه جا دور از همه یادم، جایی که هیچ کس نباشه. همیشه اینطوری میمونه؟ یعنی تا با بابام حرف نزنیم نمیتونیم بریم بین مردم؟ یامور، باز میخوای ازم فاصله بگیری؟ اینطوری نیست، ولی خب نمیتونیم جلوی چشم مردم هم باشیم دیگه. باید رعایت کنیم، تابلو نباید بشیم. یعنی مخفیانه؟ خب ما نیتمون مشخصه دیگه. از این بابت خیالمون راحته. اشتباه میگم؟ یکم باید صبر کنیم تا اجازهشو بگیریم، بعدش به خیلی راحت میتونیم همه جا بریم خوش بگذرونیم. ناراحت نباش. به همه چی فکر کردی؟ پس میبینمت. موفق باشی. هاکان خواهش میکنم آروم باش داداش. حواست هست داری دیوونه میشی؟ دیگه باید بی خیال این مسئله بشی هاکان. ولش کن دیگه بره. هیچ مسئله نیست داداش، بی خیال. فهمیدی؟ نمیتونه باشه. الو هاکان جان سلام، منم فاتح. فاتح؟ داداش فاتح؟ آره، شماره‌تو از مادرت گرفتم. چیزی هست که بخواین اضافه کنین دادستان سلیم؟ من به دادستان ارشد توضیحاتمو ارائه دادم. اگه میخواین حرفامو توی اون توضیحات بخونین. توضیحاتتون رو خوندم و میدونم. حتی این پسر آگون گوک آلپ تاشکین توضیحات اونم خوندم. دقیقا شبیه مال شما بود. شاید به این خاطره که راستش گفته دادستان ارشد. بله ممکنه، یا به خاطر اینکه حفظشون کرده بوده. این پسر آگون کجا زندگی میکنه؟ میخوام باش حرف بزنم. راجب من خیلی اطلاعات دارین و مطمئنم خیلی هم خوب میدونین کجا زندگی میکنه دادستان. بله میدونم پیش شماست، البته اگه تغییری ایجاد نشده باشه. اگه سوال دیگه ای ندارین با اجازهتون من برم، چون منم امروز خیلی کار دارم. فعلا نه دادستان سلیم، انجام این بازرسی انتخاب خودم نبود، به این وظیفه دادن و میخوام وظیفه‌مو به بهترین نحو انجام بدم. اگه شما با هم همکاری کنین به نفعتون خواهد بود، چون که وضعتون خیلی خوب به نظر نمیاد. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. اگه با هم همکاری کنی به نفع تو فلان و فلان و فلان. این وسط فقط تو یکی رو کم داشتی. ای بابا، حالا من هر روز باید اینو ببینم. تو معلوم است اینجا چه غلطی میکنی. دلتنگم نمیشی دیگه. چرا؟ خیلی دلتنگت بودم. آروم باش، مشکلی نیست. به اینجا دعوت شدم. بذار حدس بزنم، به خاطر بازجویی منه. دادستان ارشد پلین میخواد ازم چند تا سوال بکن. و تو هم که خیلی خوشحال شدی، از لبخند روی صورتت کاملا معلومه. نه، من فقط وظیفه‌مو انجام میدم. حسابی یه گوشه گیر افتادی دادستان، نه؟ دعا کن. خوب دعا کن تا نفهمم وقتی آگون فراری بود مخفیش کرد. تو هم به این فکر کن که چیزایی که مخفی کردی برملا بشن. اون وقت میخوای چی کار کنی فاتح جان؟ دالیم. بله قربان. من باید با این جمال به شکل غیر رسمی حرف بزنم، به وکیلش خبر ندن و هیچ کس هم نباید بفهمه. فهمیدی؟ باشه، چی کار کنیم دادستان؟ یه فکری دارم، باید با هم راجبش حرف بزنیم. دادستان یه چیزی هست که باید بهتون بگم. باشه پس بیا. باشه بریم.
باش اومدی آکون جان. چه خبره؟ چیه؟ چی شده تعجب کردی؟ پرسیدم چه خبره؟ اول صبح این همه آدم اومدن اینجا. ادامه دیشب دیگه داداششون. خیلی اومده بودم توی فضای مجازی، حسابی تعریف اینجا رو کرده بودن. یه عالمه پست استوری ازمون گذاشته بودن، از اول صبح کلی آدم داره میاد. یه چیزی بهت بگم، کارمون گرفته، حسابی هم گرفته. خیلی خوبه، ماشاءالله ماشاءالله. خب تو مراقبت از اینجا مشکلی نخوردین که؟ هیچ مشکلی نیست. خوبه، پس همه چی حله، هیچ مشکلی هم نیست، درسته؟ خب یه چیزی کمه دیگه. نیومده؟ زنگ زدم اما جواب نداد. والا اینجور حرکت ها فقط از خودش برمیاد دیگه. نگاه کن، حرفش بود حلال زادم اومد. سلام داداشم، خوش اومدی. بیا بغلم ببینم. فکر کردم دور ما رو خط کشیدی. اگه تو نبودی اصلا نمیشه. میخوام چند تا وسیله بردارم و برم، خیلی وقت ندارم. اگه میخوای بگی پشیمونی خجالت نکش، به خودم بگو، هنوز با هم شریکی. داری منو تحقیر میکنی یا عقل خودتو؟ حقارتی چیزی در کار نیست، اما چون تو وسط کارگزارشی رفتی از این چیزا هیچ خبر نداری. خیلی خوب، اینجا بدون من همونطوری که خودتون میخواین شده دیگه. دادستانم که تاییدت میکنه. ای بابا داداش بی خیال شین دیگه، اینطوری نکنی. چه خبر؟ خوبم، تو چه خبر؟ خوبه؟ دیشب یهو کجا غیبت زد؟ سرم درد میکرد برگشتم خونه. تو برگشتی خونه؟ والا اصلا قابل باور نیست نازی جان، راستشو بگو. واقعا سرم درد میکرد برگشتم خونه و خوابیدم. همین. تو تعریف کن. بگو دیگه، تعریف کن. آگون چی شد؟ یه چیزی شده. چی؟ یامور چی شده؟ نذار بگم. بگو دیگه دختر. من و آگون دیگه با همیم. به کسی نگی یا نازی، هیچکی نباید بفهمه و حواست باشه. خب بالاخره به من میگی از دادستان تایید میگیرم، اما ببین چقدر پر شده، میبینی؟ من راست میگفتم ولی تو وانمود میکنی هیچی نمیبینی. آفرین، تو راست میگفتی. حالا به سلامت. سونر، این غرور بیخود ول کن. گفتی غرور بیخود؟ ها؟ اینجا رو ببین. دلیل اومدن این همه آدم چیه؟ این که اینجا دیشب تیراندازی نشده. آدما واسه تفریح اومدن، حسابی هم تفریح کردن، محترمانه بلند شدن رفتن، الان هم دوباره اومدن. چرا فکر نمی‌کنی همه چی رو به راهه؟ من خودمو گول نمیزنم، برعکس تو. میدونم کی هستم. چیزای خوب در خونه ما نمیان، به زور میگیریمشون. دیگه اینطوری نیست. تقدیرمون رو عوض میکنیم، اما تو دائم خودتو میکشی پایین. بدون من راحت تری. من میخوام ازدواج کنم. جدیه؟ جدی میگی؟ یعنی واقعا جدیه؟ آگون که جدیه، یعنی این رابطه رو خیلی جدی میبینه. اول کاری میخواین با هم ازدواج کنی؟ نازی لطفاً، تو دانشگاهیم چی کار میکنی؟ دختر چرت و پرت نگو. مگه چند سالته؟ اصلا تازه با هم دوست شدیم. البته که آگون همچین تیپی داره. آره، یکم سنتیه. میدونی؟ کاملا هم اینطوری نیست. الان از رابطه بابام و آگون که خودت خبر داری، آگون اول باید اجازه بابامو بگیره، چون فکر میکنه جور دیگه این نمیشه، که حقم داره. به این زودی که ازدواج نمی کنیم، تازه شروع کردیم، یکم پیش بریم ببینیم چی میشه. یعنی به چشم یه پروسه بهش نگاه میکنیم، میفهمی؟ اما بالاخره یه روز ازدواج میکنیم و این قطعیه. اما ببین نازی، لطفاً هیچ کس چیزی ندونه باشه. اول آگون با بابام حرف بزنه، بعدش ببینیم که چی میشه. با خیال راحت میگردیم، دیگه همه میفهمن. چی میخوای بگم؟ تبریک؟ کسی رو ندارم بهش بگم. باشه؟ شد حالا؟
فکر کن احساساتی شدیم. ها؟ بشینیم اونجا و درد دل کنیم. دخترم میخواد تو رو. نازی، میگم به این زودی که ازدواج نمی کنیم. یهو دیدی سلیم کارا نرم شد، دیگه اون موقع نیازی به این کارا نیست. از اونایی که میگن ازدواج نمیکنم بترس، چون همونا اول ازدواج میکنن. آره خاله خیلی میدونه. اینقدر زود ازدواج نمی کنیم. بس کن. عروسی کیه؟ هرچی زودتر بهتر دیگه. دادستانه. پسر تو چی کار داری میکنی ها؟ مگه چی کار کردم؟ ما چند بار با هم دیگه حرف زدیم. من چقدر باید به تو بگم آخه؟ تو با من لج میکنی؟ اتفاقا منم میخواستم راجبش باتون حرف بزنم دادستان، اما خب باید ببینم چیو میخواستی بگی؟ من تلفن رو دادم با بابات حرف بزنی، ندادم که همش بهش زنگ بزنی. آها دادستان اون باشه گرفتم، فهمیدم. فکر کردم از یه چیز دیگه داری حرف میزنی. دیگه چی باشه؟ صدامو جلوی کلانتری در نیار. نباید به اون آدم زنگ بزنی. فکر میکنم مرده. بابا نداری، بابا مرده. بقیه هم اگه بفهمن زنده است بیچاره میشیم، تمام برنامه‌مون نابود میشه. فهمیدی؟ درست میگی دادستان، حق میدم. بله درسته. حالا برای چی زنگ زدی؟ کارت انقدر مهم بود که بهش زنگ بزنی؟ دختر دادستان که گفته بودم و ببین بابا، از اول میدونه زنده هستی. خب باشه. سلام دخترم، حالت خوبه؟ چیز مهمی نبود دادستان. مهمم که نبود، پس کاش مهم بود. ای خدا این چه وضعیه؟ تموم شد رفت. دیگه همچین کاری نمی‌کنی، دیگه هم زنگ نمیزنی. خیلی خوب باشه، دیگه تکرار نمیشه دادستان. ببینم تو چی کار میکنی؟ خونه یا میری سر کار؟ آره. اگه وقت داری باهات بیام، میخوام راجع به یه موضوعی باهات صحبت کنم دادستان، مهمه. بستگی داره چه موضوعی باشه. خیره انشالله. باید رو در رو با هم حرف بزنیم دیگه. اگه الان میری خونه چطوره منم یه سر بیام اونجا؟ میتونم؟ خیلی خوب باشه بیا. آقا منیر، آگون داره میره خونه دادستان. چیزایی شنیدیم که ممکنه خلیل سعدی خان خوشش بیاد. باشه. میگه باز گوش بدیم. چیزایی که تونستیم بازیابی کنیم توی هارده خیلی نیست. باشه، ازتون خیلی ممنون. خواهش میکنم. وقت دارین جانان خانم؟ بله البته وقت دارم. ببخشید، بفرمایید تو. اینجا منو یاد اون موقع انداخت. بازرسیاتون به جایی هم رسیدن؟ میخوایم بدونین شوهرتون از شغلش سوء استفاده میکنه یا نه؟ هنوز واسه گفتنش خیلی زوده. باشه. از آقا سلیم جدا شدین؟ درسته. اما خونهاتون روبروی همه. چون میخواست توی مرخصی به بچه ها نزدیک باشه اون خونه رو اجاره کرد. اینکه شوهرتون پسر یه رئیس مافیا رو آورده خونه روبرویی اذیتتون نمیکنه؟ الان این چه ربطی به بازرسیتون داره؟ نمیفهمم. وقتی پلیسا اومدن جلوی در خونه آقا سلیم نمیخواستین در رو باز کنین؟ نخواستم که نه. به خونه دادستان مملکت باید. اما پلیسا حکم قضایی داشتن. به نظرم اینو نباید زیر سوال من ببرید. وقتی حکم پلیسا رو دیدم راشون دادم که فقط واسه تایید دونسته ها میپرسم. در ضمن آیل گورکان توی دانشگاه استادتون بود؟ بله. یکی از دوستای خیلی عزیز منه. راجع به شما ازش سوال کردم. گفت دانشجوی خیلی موفقی بودین اما ناراحت بود که زود ازدواج کردین و حرفتون رو ادامه ندادین.
اون زمان انتخاب من این بود، درسته؟ با شناختم از دادستان سلیم فکر میکنم شما رو مجبور به این انتخاب کرده. همینطوره؟ پلین خانم، هر دو میدونیم که انتخابای شغلی من ربطی به بازرسی نداره، درسته؟ پس اگه سوال دیگه ای نداری، از دیدنتون خوشحال شدم. من یکم کار دارم. البته پرسیدین که در مورد بازرسی به جایی رسیدم یا نه. فکر میکنم شوهرتون وقتی آگون متهم بود اونو توی خونه مخفی کرده و شما هم مجبور شدین اینو قبول کنین. نه درست نیست، همچین چیزی وجود نداره. به زودی میفهمیم. متوجهم چیزایی گفتم که شما خوشتون نیومد، اما اگه یه دادستان بدون در نظر گرفتن قانون کاری بکنه عدالت برقرار نمیشه. خب نباید از این چشم پوشی کرد. توصیه میکنم که انقدر کارای شوهر سابقتون رو حمایت نکنین جانان خانم. واسه شغلتون که تازه شروع کردین اصلاً خوب نیست. بله سلیم. جانان جا خونه ای؟ میخوام بیام پیشت. نه نیستم. یعنی چی؟ الان کجایی؟ من تو دفترم. این پلین خانم اومده بود با هم حرف بزنه. ای خدا، ای خدا. خب چی میگفت؟ آروم باش، چیزی نیست، فرستادمش رفت. خب یه چیزی هست دیگه، از صدات کاملا معلومه. یعنی چی اومده به دفتره؟ آخه این درست نیست. این زنه داره وارد حریم خانوادگی من میشه. به خدا ولش کن. وایسا میام الان پیشت. نه من دارم میام خونه. بیا با هم دیگه غذا بخوریم. برات تعریف میکنم چی شد. باشه؟ باورم نمیشه این زنه گیر داده به من، میخواد عصبیم کنه. آره باشه سلیم، هم دیگه رو دیدیم حرف میزنیم. باشه فعلا. این زنه گیر داده ولم نمیکنه. یامور میشه بعدم بگیرم؟ یه چیزی میخوام بگم. اگه تو کافه‌ای بیام اونجا ببینم. من الان رستوران نیستم، خونه هستم. بعد زنگ بزنم. خونه ای؟ چرا؟ اومدم یه چیزی بردارم. پس میشه شب همدیگر رو ببینیم؟ باشه قشنگم، شب میبینمت، بهت زنگ میزنم. الو. گفت قشنگم. خوبه. این کلیدای مسخره رو نگاه کن. میخوای بندازی؟ نمیشه. درم که نمیشه. استغفرالله دادستان، حالتون خوبه؟ امروز چطور بود؟ افتضاح بود. چطور باید بگذره؟ برباد گذشت. تو اینجا چی کار داری؟ میخواستی با هم حرف بزنی. جریان چیه بگو. بله راستش دادستان، من الان جانان میاد، باید با جانان حرف بزنم. اگه حرف تو فوری نیست اول بذار با اون حرف بزنم. فوری که نیستش ها؟ نه باید بشینیم حرف بزنیم دادستان. پس من برم بالا لباسمو عوض کنم، تا اون موقع احتمالاً جانان میادش. بعدش ببینیم. این چه حالیه؟ مثل همیشه است دیگه. چشه؟ کجاش مثل همیشه است؟ پسر کت شلوار و کراوات پوشیدی. تو که یقه باز میگشتی. جریان چیه؟ اما خوب شده، خیلی هم خوبه، عالیه، شبیه آدما شدی. بچرخ ببینم. آره خوبه، چقدرم بهت میاد. تازه مثل یه آدم شدی، مثل آقا شدی. خیلی ممنونم. خوبه خوشم اومد، آفرین. خوبه. منم برم لباسم عوض کنم. لعنت به این شانس. لطفاً ناراحت نباش دیگه. من خوبم، نگران نباش. تو هم خوب باش ماما. تو به فکر منی؟ ها؟ تو بزرگ شدی و حالا دیگه به فکر خوب بودن منی؟ منم خوبم، تو نگران نباش. زود باش، رستوران خیلی کار داره. وای بجم. گل سوسن خیلی خوشگله. اینا از کجا اومدن؟ یادم رفت بهت بگم، اینا رو اون پسر قد کوتاه آورد که باباتو زده بود. بابت عذرخواهی آورده. سونر؟ آره گفت اسمش سونره. تعریف کن ببینم این سونر کیه؟ شریک آگونه دیگه. چی؟ دیگه چی میخواد باشه؟
خوش سرا. اومدی خاله سرا. ممنونم. امل جون یکم حرف بزنی؟ باشه قهوه میریزم میارم الان. باشه. اومدم خونه، میخوام آماده بشم. سر خروجی شهرک همو ببینی؟ باشه. من میرم پیش جانا. منم میرم سلیم خان. چرا کراواتتو در آوردی؟ در آوردم دیگه، دارم میرم رستوران. پسر تو چقدر عجیبی، توی خونه کراوات میزنی بعد میری سر کار درش میاری. نه اینطوری نیست. خب دلیلش اینه که چون من ای خدا بده ببینم، یقه رو بلند کن زود باش. اما نمیخواد، لازم نیست. قار میزنه. چقدر قشنگه، تازه شبیه آدم شده بودی. ببین جذابت میکنه. آها اینطوری خوبه. اینطوری میبندم. اجازه بده بذار من وسط ببندم. چقدرم بهت میاد. خب تو که بهت میاد بزن دیگه. صفر نشده. نه بابا خوبه. ها ببین چه گل پسری شدی. خیلی هم خوبه. حالا میتونی بری، درش نیاری یا برو سر کارت. خیلی خوب، کارت انشالله خیر باشه، موفق باشی. ممنون دادستان، اما میشه یکم حرف بزنیم؟ یه ذره وقت برای ما بذار دیگه. اینقدر پسر من که گفتم حرف بزنیم. اگه فوریه خب همین الان بهم بگو. خب فوری که نمیشه حرف بزنیم، باید بشینیم مفصل راجبش حرف بزنیم، همینجور آروم یه دفعه نمیشه. سلیم نمیای اینجا؟ چرا دارم میام. چطوری آقا؟ خوبم جانا خانم، شما چطورین؟ خوبی؟ خوبه. برو دیگه. کجا داری میری؟ نمیای؟ راستش من یکم تو رستوران کار دارم جانا خانم، با اجازه. سلیم نگفتی میخوایم غذا بخوریم؟ چه میدونم، میگه میخواد بره رستوران خودش. رستوران فرار نمیکنه، بیا یه چیزی بخور. مزاحم نباشم. پسر تو چقدر ناز داری. خب بیا یه چیزی بخور بعد میری دیگه. بجان بیا 2 لقمه غذا بخور. من زنده داشتم یکم با هم حرف میزنیم. باشه دادستان. حالا غذا چی هست؟ چیزای بدی درست نکردم، مطمئن باش خوشت میاد. ممنونم. این چه وضعیه داری؟ مثل برادران جاز شدی. چی شده مگه؟ لباس به این قشنگی پوشیده مگه چیه؟ خب یکم مثل آدم شده، بذار مثل آدم به چرخه دیگه. مگه چه اتفاقی میفته ها؟ میخوای شبیه خودت بکنیش، به زور بهش پوشوندی؟ من چه ربطی به من داره؟ من کاری نکردم که، نمیدونستم اینو پوشیده. اگه منو الگوی خودش قرار داده بود که خوشفکریشو میرسونه، من کاری نکردم. بله درسته، کاملا ترجیح میدم که این کارو بکنم جانا خانم، چون که الان این کارو کاسبی رو انداختیم. بهتره تیپ هم اینجوری باشه، با کراوات بهتره، به خاطر همین. خوشتیپ شدی. جوونی خودته. یکم بلندتر. من توی جوونیم کی اینطوری کت و شلوار پوشیدم؟ کت و شلوار من تک بود. این کت شلوار کجا مال من کجا؟ اما خوب شده. آقون چی شد؟ چرا تعجب کردی؟ تعجب نکردم، آخه کراوات زده، اولین بار دیدم، واسه همین. جایی دارین میری؟ بابا تنش کرده، میخواد سبک خودش گفتم باشه. که بابا به من ربطی نداره، این انتخاب خودش. تو مگه نمیخواستی بری؟ با نازی قرار نداشتی؟ میبینمش، اما اول یه چیزی بخوریم، گشنمه، عجله‌ام ندارم. باشه بریم سر سفره. لطفاً بد برداشت نکن، میدونم تو گناهی نداری. کاری که بابام کرد خیلی خجالت آوره. اگه مامانم بفهمه همه چی خیلی بدتر میشه. خب نازی جون نمیدونم چی بگم، منم توی وضعیت بدی گیر کردم. اصلا دلم نمیخواد اینو از امل مخفی کنم. من قول میدم، از طرف بابام قول میدم که میاد و از شما عذرخواهی میکنه. باشه ناراحت نشو، بهش نمیگم. خیلی ممنون. خیلی خوب دیگه، بهتره پس من برم. پرسی چی بگم؟ چی بگی؟ بگو هاکان زنگ زد، کارش داشت. باشه
دیشب رستوران پر بود. البته موسیقی زندم داشتیم. دوست هنرمندم دستش درد نکنه دعوتمون رو قبول کرد، از استانبول اومد اینجا. راستش تو ازمیر کنسرت داشت، قبل برگشتنش به استانبول اومد پیش ما. معلومه تو استانبول خیلی آشنا داری. خب با هم یه چند تا رفیق تو استانبول داریم دیگه جانم خانم، اینجوری است. مگه تو فیلم ها نمیبینی؟ همه با پسر مافیا خوب رفتار میکنن. درسته، وقتی فامیلیش تاشکین باشه خیلی بهش توجه میکنن، اما احترام گذاشتن یه چیز و این که آدم دنبال منفعت خودش باشه هم یه چیز دیگه. نه دادستان، نه اینطوری نیست. ما دوستایی داریم که بر اساس احترام به همدیگه با هم دوست شدیم، یعنی همچین دوستایی هستیم. این آدم‌ها چهره‌های سیاه نیستن، از خانواده‌های پاک و تحصیل کرده‌ای هستن، مثل خانواده شما. اینو جدی میگم، مبالغه نمیکنم. داداش آکن، میگم تو استانبولم جایی داشتی؟ آره داشتم، اسمش روز سفید بود که میشه آکن. خیلی خلاقانه است. جدی میگم. امیدوارم آخر این رستوران مثل اون یکی رستورانه نشه. الان کیا میان رستورانت؟ بیشتر دانشجوها میان اونجا، مثلا از دانشگاه یامور اینا. دستش درد نکنه، خیلی از دوستش اومدن. آره یامور؟ نمیدونم، اومدن. تو از کجا فهمیدی از دانشگاه یامور اومدن؟ گفتی از دانشگاه یامور بودن، درسته؟ جلوی در تو هم رفتی یامور؟ نه نرفتم. نه نیومدم. اما اگه بیادم خب مشکلی نیست که، یعنی فکر نمی‌کنم مشکلی باشه. آره جانم، چه مشکلی پیش بیاد؟ هر وقت خواستی میتونی بری، مشکلی پیش نمیاد، چون ما مرزا رو مشخص کردیم. کاملا درسته دادستان. داداش آکن، منم خیلی دوست دارم رستوران تو ببینم. منم یه روز میبری؟ پسرم آخه تو اینجور جاها چی کار داری؟ هنوز سنت واسه اینجور جاها مناسب نیستش که. ای بابا چرا داری اینطوری میگی؟ گفتی داداش آکن داداش ماست، منم میرم تو رستورانش میشینم دیگه. بله میشه، معلومه، چرا نشه. خب یه روز میریم. میای که؟ من امتحانم نزدیکه، باید درس بخونم. شما هم نوش جونتون باشه و بیشتر سر بزنده داشت. باشه حتما. تو اصلا به دانشگاه فکر نکردی؟ آکون مدیریت خونده. بله راستش من فقط 2 سال این رشته رو خوندم. خیلی بهش گفتم درس بخون تا مدرک تو بگیره، اما چی؟ قانع نشد. نه دادستان، راستش رو بخوای من یه بار دیگه هم این مسئله رو تکرار کردم. میتونیم همینجا تمومش کنیم. میخوام دانشگاه ما ادامه بدم. به هر حال فارغ التحصیل شدن تو سال 2021 خیلی مهمه، اینجوری نیست؟ آدم باید تحصیل کرده باشه. ای خدا خیر باشه. یا چت شده؟ میگفتی اهل دانشگاه رفتن نیستی؟ چی شده میخوای تمومش کنی؟ شاید میخواد برگرده دیگه. ای خدا جانان الان داری با من دعوا میکنی؟ آخه این اهل برگشتن به دانشگاه. خب یه نظمی به زندگیم بدم، بعدش فکر میکنم دیگه. دادستان پس اول میخوای یه نظمی به زندگیت بدی؟ آره دیگه، یه نظمی به خودم بدم. مثلا یه خونه باید بگیرم. نمیشه که همش بخوام پیش دادستان بمونم، زشته. باید یه روز به هر حال جدا شیم و من واسه خودم میخوام یه خونه باغچه‌دار بگیرم، یه خونه خوب خانوادگی با درختای زیاد. خونه خانوادگی؟ تو تنها زندگی میکنی، خونه خانوادگی میخوای چیکار؟ ما هم به زودی خانواده تشکیل میدیم دیگه دادستان. همه یه عمرمون که قرار نیست تنها زندگی کنیم. من دوست دارم یه خانواده تشکیل بدم، میخوام بچه داشته باشم. تو هنوز جوونی پسر، واسه فکر کردن به این چیزا به نظر من خیلی زوده. میخواد جوونی تو خراب کنی. آره خیلی ممنون. تو رو خدا جانم بابا، منظور من که این نیست. چی میگی سلیم؟ شخصیت آکون از میگم. شخصیتش میگی؟ پس یکم از شخصیت تو حرف بزنی. اون موقع چه شخصیتی داشتی؟ یکم از این بگو. جانم خانم، من اصلا همچین قصدی نداشتم. با دادستان حرف زدیم و گفت که تو جوانی باید به ازدواج بکنن. یعنی خودشون که این کارو کردن. وقتی تعریف میکرد چشمشون خیلی برق میزد. منم فکر میکردم خب اگه تو جوانی ازدواج کنم مثل شماها تفاوت سنیم با بچه‌ام کم میشه. اینطوری خیلی خوب میشه، چون شما خیلی با بچه‌هاتون خوب کنار میایین. خوب کنار میایین؟ بله خیلی خوب درکشون میکنین. آفرین پسر، توی راه درستی قرار گرفتی. من تاییدت میکنم. راهی که داری میری خیلی درسته. آفرین. به لطف دادستان جانان خانم. اگه سیر شدی این سفره رو جمع کنی، میخوام با جانان حرف بزنم. یامور یه خبر بد دارم. ماشین ظرفشویی خرابه. منم کار داشتم و ظرفای قبلی هم مونده. باید همشو بشوری. باشه اشکال نداره، میشورمشون. بذار منم کمکتون میکنم. خب بذار من این رو بردارم. ممنونم. خب با اجازه دادستان. من جوونی تو خراب کردم؟ منظور من این بود. آخه تو اینطوری فهمیدی؟ تو چی بود؟ چی داشتی میگفتی؟ من تو رو باور نمی کنم. میفهمی؟ باور نمی کنم.
من دیگه از این مخفی کاری ها خسته شدم یه موری، اینطوری دیگه نمیتونم ادامه بدم. قبل اینکه بیام اینجا میخواستم با دادستان حرف بزنم اما نشد. چی شد؟ حالتون خوبه؟ آره چیزی نیست مامان، بشقاب افتاد، جمعش میکنم، چیزی نیست. ولش کن، بس من جمعش میکنم. آگون قرار بود قبل حرف زدن با بابام بیای به من خبر بدی. مگه ما اینطوری قرار نذاشتیم؟ پس چی شد؟ گفته بودی که هنوز وقت هست. یامور واسه اینکه تو استرس نگیری گفتم من حرف بزنم. انجامش میدیم و زودتر تمام میشه، میره پی کارش، راحت میشیم دیگه دختر. چرا اینقدر عجله میکنی؟ چی میشه خب؟ منتظر بشیم چیزی عوض میشه؟ بابا چی کار کردی؟ پاتو بریدی که. باشه چیزی نیست آگون. بهتره یه چسب بده. چیزی نیست، درد نمیکنه. من الان میرم یه چسب زخم میارم، چیزی نیست. باشه من اینا رو جمع میکنم. دادستان پلین گفت اگه پشت شوهرت بمونی آینده شغلیت از بین میره. از این حرفا به هم زد. حتی فراترم رفت، گفت که تو میتونی منو پر کنی. ای خدا، زن رسما مشخص اومده کار منو تموم کنه. اومدم به دفتر تو اصلا عادی نیست جانان جان. اصلا عادی نیست. اصلا این زن همه چی رو میدونه، همه چی رو. چیزایی به هم گفت که من موقع اومدن پلیس بهشون گفته بودم. یه چیز دیگه هم گفت. آگونو من برای تو مخفی کردم. میخواد بهت فشار بیاره. این تاکتیک قدیمیشونه، بلوف میزنه، میخواد تو رو به ترسونه. نه دید که نترسیدم. اما به نظرم ما خطر نکنیم. به نظرم ملاقات با جمال رو لغو کنم و تا تموم شدن بازرسی کاری انجام ندم. تونستی ملاقات رو جور کنی؟ آره، اونم به شکل غیر رسمی. دادستان سلیم کارا، پیشنهادی که الان بهت میدم فقط برای یه بار جمال. میدونم میخوای با هم توافق کنی، واسه همین هرچی که داری رو میذاری روی میز. از تمام حرکاتم با خبرم. این چطور ممکنه؟ نگهبان بهت یه غذا میده، اون غذا رو میخوری و مریض میشی. مریضیت واقعی به نظر میاد. تو رو میبرن بیمارستان، بعد اونجا همدیگه رو میبینیم. باشه؟ ببین دادستان، من باید زود از اینجا برم بیرون. میتونی بدون اینکه کسی بفهمه بهم کمک کنی یا نه؟ اینو بهم بگو. تو چیزی که من میخوام و بهم بده، بعدش از شرطا با هم دیگه حرف میزنیم، از آیندت صحبت میکنیم. اگه غذایی که نگهبان آورده رو بخوری، فردا صبح هم دیگه رو میبینیم. یعنی قبول کرد؟ شانس دیگه ای نداشت. یعنی چیکار میکرد؟ خیلی نزدیک شدی. خیلی نزدیک شدم، اما نمیتونم خطر کنم جانم. نمیتونم خطر کنم. نمیتونم اجازه بدم این دادستان تو رو بکشه وسط این ماجرا، چون که اونطور که فکر میکنیم نمیشه جانان جان. اونطوری نمیشه. همه چیز بزرگتر میشه. نتیجه این خیلی بزرگتر میشه. با خراب کردن تو، آینده شغلی تو، اینجور چیزا اوضاع بدتر میشه. من به اینا فکر میکنم. ببین، وکالت تو ازت میگیرن، کار تو تمام میکنن، نمیتونی وکالت کنی. به خاطر من یه بار این بلا سرت اومد، اجازه نمیدم یه بار دیگه هم به خاطر من از شغلت بگذری جانان من. سلیم عزیز من، ببین دیگه سلیم نداریم، تموم شد رفت. ببین تو اگه باز نتونی وکالت کنی، میدونی چی میشه؟ یعنی تا ابد منو نمیبخشی و من نمیتونم اینو تحمل کنم. میفهمی عزیزم؟ خیلی خوب، باشه. حالا اگه من وسط این کار نبودم چی کار میکردی؟ یعنی چی کار میکردم؟ نابودشو میکردم. خیلی خوب، تو هر کاری میخوای بکنی انجام بده، بکن دیگه. نه عزیزم، تو الان اینطوری میگه، اما بعدش چی؟ ضبط کردی؟ تو با آقا منیر خبر بده.